انتخاباتی را و تشکیل کننده این گردهمایی و کمیته شهروندی نجات گروگانها و زندانیان سیاسی تاجیکستان محترم بابایوف سپار میدهم. مرحمت. برادری عزیز، سخن نوبتی به شما. با نام خدای بخشنده مهربان، سلام و درود بر برادران و خواهران عزیز، همدیاران گرامی و پیوندان و نزدیکان زندانیان سیاسی و همچنین صدای درود و سلام من بر آنهایی که صدای مرا میشنوند و درود و رحمت و سلام بر زندانیان مظلوم سیاسی که امیدوارم پیام ما به ایشان خواهد رسید. برادران عزیز، چخیلی که دان میدانیم امروز 10 دکبر اعلامیه حقوق بشر 70 سال قبل امضا شده بود و امروز هم دارد 70مین سالگردش هست. به همین خاطر کمیته شهروندی برای نجات گروگانان و زندانیان سیاسی تصمیم گرفت که برای آزادی، برای طلب کردن قاطعانه از رژیم جمهوری تاجیکستان طلب کردن تصمیم گرفت که یک تظاهرات را در شهر برلین آلمان به راه بگذارد و از حکومت قاطعانه طلب کند که همه زندانیان سیاسی، بار دیگر میگویم همه زندانیان سیاسی آزاد کرده شوند. بخصوص که 6 ماه قبل سازمان ملل متحد قرار قبول کرد و از تاجیکستان طلب کرد که با پرداخت جبران 3 نفر از زندانیان سیاسی، رئیس حزب تاجیکستان نو و رئیس سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان مقصود ابراهیموف و ادوکات و وکیل مردم بزرگمهر یاروف و بیگان قید و شرط آزاد کرده شود. ما امروز از اینجا طلب میکنیم که از حکومت تاجیکستان همه زندانیان آزاد کرده شوند. آزادی بر زندانیان سیاسی، آزادی، 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 آزادی. و همچنین ما طلب میکنیم که رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان محمد روزی اسکندرov و بلاگری جوان تاجیک احسان آدینه که مدت قریب 4 سال می شود تقدیرش روشن نیست، از تاجیکستان درخواست میکنیم که آشکار بگویند که چی بلای سر این جوان آوردن که تا امروز تقدیرش روشن نیست. آزادی بر زندانیان سیاسی، آزادی، 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 آزادی. و این چنین قاطعانه طلب میکنیم از حکومت تاجیکستان که ربودن آزادی خواهان و آنانی که بستن در دیگر کشورها هستند از ربودن آنها دست کشند. 1 هفته قبل سابق رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ولایت سوخ نعیمجان سیبیوف از کشور روسیه دزدیده شد و به تاجیکستان برده شد. خیلی که ما آگاه هستیم این روزها با بالای این شخصیت شکنجه میکنند و ما امروز خبر رسید که دیروز هم کارمندان مقامات قدرتی تاجیکستان نعیمجان سیبیوف را به دفتر حزب نهضت برده و از او فیلمبرداری میکنند و او را مجبور میکنند که گناههای ناکرده را اعتراف کند. ما از اینجا طلب میکنیم که بس است جبر و ظلم، بس است جبر و ستم، بس بس، بس. و این چنین بعضی از برادران و خواهران وقتی که ما اعلام کردیم که سازمان ملل متحد 3 شهروند تاجیکستان که در زندان است آنها را طلب کرده است که از آزادی برایند، بعضی از برادران و خواهران و دوستان ما خیال کردند که ما تنها 3 نفر را طلب میکنیم. نه برادران و خواهران عزیز، ما از حکومت تاجیکستان بار دیگر میگویم که قاطعانه طلب میکنیم که به همه زندانیان سیاسی آزادی بدهند. آزادی به همه زندانیان سیاسی، آزادی، 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 آزادی. و همچنین از همه برادرانی که امروز انبوه مردم را میبینم و راستی من باور نداشتم تا این حد که انبوه مردم در اینجا جمع شود
و حسابشان حد و کنار ندارند. از کشورهای لیتوا، از فرانسه، از استریا، از بلژیا، از هلندیا و از دیگر کشورهای اطراف اروپا قدم راه کردن. اظهار تشکر میکنم که درخواست ما را قبول کردند. ما برادران عزیز بر شما کمیته شهروندی و نجات گروگانان زندانیان سیاسی در تاجیکستان ما همه عهد کردیم و شما قول میدهیم که تا زمان یک زندانی سیاسی در تاجیکستان است و رنج و اذیت میکشد ما آرام نخواهیم بود. ما صدای شما و صدای همه زندانیان سیاسی را به تمام جهان خواهیم رسانید و از همه سازمان‌های بین المللی حقوق بشر و از همه کشورهای آزاد و دموکراسی طلب میکنیم که دیگر اون مبلغ‌هایی که به کشور تاجیکستان میدهند و کشور تاجیکستان آن را تسرکب کردن آزاد اندیشان و حقوق سیاسی و مردم دموکرات صرف میکنند از این خودداری کنند و از حکومت تاجیکستان طلب کنند که زندانیان سیاسی ما و همه مظلوم ما و همه زندانیان مظلوم آزاد کردند. در آخر بار دیگر تشکر از همه برادران و خواهران و نزدیکان و فرزندان و پیوندان زندانیان سیاسی. تشکر برادران عزیز.